امروزه روشی مناسب، طبیعی و بهداشتی برای حجم سازی اندام لب وجود داره. روشی که میتونه به جای تزریق ژل یا روش‌های نامناسب دیگه استفاده بشه و علاوه بر اینکه به شما کمک میکنه تا چهره‌ای زیباتر و جذابتر داشته باشین، احساس اعتماد به نفس بالاتری هم در شما به وجود میاره. از اونجایی که ابعاد، تناسب و ترکیب بندی منحصر به فرد هر یک از اندام صورت انسان نظیر لب‌ها، گونه‌ها و بینی خاص بودن و زیبایی چهره را به دنبال دارند، متاسفانه استفاده از روش‌های مصنوعی و پرخطر نظیر تزریق ژل و چربی با استقبال قابل توجهی روبرو گردیده است. از این رو طی سالهای اخیر همایش‌های علمی بسیاری با حضور محققان، پزشکان و اعضای انجمن جراحان زیبایی دنیا و با موضوع بررسی آثار و یا عوارض احتمالی عملهای زیبایی برگزار شده است. عوارض آلرژیک، درد، تورم، کبودی، عدم قرینگی، ایجاد برجستگی‌های دانه دانه و خارش و قرمزی در محل تزریق تنها برخی از عوارض احتمالی تزریق ژل و چربی در اندام لب به شمار می‌روند که در پی تحقیقات علمی صورت گرفته تاکنون مشخص شده‌اند. به دنبال این نتایج روش‌های طبیعی افزایش حجم لب طرفداران بیشماری پیدا کرده و انواع دستگاه‌های پروتز لب نیز ابداع و به بازار محصولات زیبایی و بهداشتی دنیا عرضه گردیده‌اند. دستگاه‌های پروتز PLP حجم عضلات اسفنجی لب و با ایجاد خلأ موضعی و به صورت علمی و کاملا بهداشتی بدون هیچ گونه درد یا خونریزی و به صورت کاملا طبیعی افزایش میده. دستگاه پروتز PLP علاوه بر قابلیت استفاده شخصی برای تمامی سنین در منزل، امکان حجم سازی جداگانه لب‌ها، حجم دهی موقت و دائمی و امکان تنظیم میزان حجم لب‌ها را نیز دارا میباشد. تمایل هر یک از ما به حفظ زیباییمان امری اجتناب ناپذیر است، اما افزایش آگاهی و انتخاب راهکاری مناسب و طبیعی، زیبایی لذت بخشتر همراه با سلامتی را به دنبال خواهد داشت.